بعد از گرفتن مجوزهای قانونی از شهرداری و همینطور دفاتر الکترونیکی و مراجعه به دفتر مهندسی جهت نما و سازه که ما اینجا اسکلتمون از نوع فلز هستش و همینطور مراجعه به محضر برای گرفتن تعهدنامه از مهندسین مرتبط، میرسیم به مرحله تخریب ساختمون. تخریب ساختمون به روش دستی هستش، اینجا از بالا به پایین و همینطور با کمک ماشینالات مثل بیل مکانیکی و لودر عملیات تخریب اینجا انجام شده. ابتدا اجزای سبک رو مثل شیشه ها و درها و بعد سقف و تیرهای اصلی و در انتها دیوارهای باربر و اسکلت رو تخریب کردیم. در پست بعدی، مرحله بعدی ساخت ساختمان رو که گودبرداری و همینطور سازی نگهبان هستش رو براتون توضیح میدم.